فکر میکنی بهترین جوکر تاریخ کیه؟ هیث لجر، واکین فینیکس یا شاید جک نیکلسون؟ اما اگه فکر میکنید جواب این سوال مشخصه، صبر کن، چون وقتی رأی طرفدارا، نظرسنجی‌های IMDb و محبوبیت فیلم ها رو کنار هم میذاریم، نتیجه یکم غافلگیر کننده میشه. پس بریم ببینیم 5 جوکر محبوب تاریخ سینما و تلویزیون چه کسایی هستن، از رتبه 5 تا بهترین جوکر تاریخ. اینجا سینماینره و من پرینازم. خوشحالم که اینجایی. رتبه 5 میرسه به یکی از بحث برانگیزترین جوکرهای سینما، جرد لتو در فیلم سویساید اسکواد. جوکر لتو با ظاهرش سعی میکرد خودش را از نسخه های قبلی جدا کنه، یک جوکر مدرن و گنگستری پرزرق و برق که بیشتر از این که ما رو یاد یک دلغک دیوونه بندازه، یک خلافکار ثروتمند و خطرناک رو تداعی میکرد. نقطه قوتش جسارت در طراحی ظاهر و شخصیت، از خالکوبی‌ها و دندونای فلزی گرفته تا لباسا و اون خنده معروفش. تقریبا همه چیز در طراحی این جوکر تلاش میکرد یک نسخه مدرن و گنگستری از شخصیت رو بسازه. اما نقطه ضعف بزرگش پرداخت شخصیت. فیلم فرصت کافی به جوکر لتو نداد تا بفهمیم چه چیزی پشت این ظاهر عجیب و رفتارهای دیوونه بارشه. بخشای زیادی از صحنه‌های فیلمم از نسخه نهایی حذف شد و همین باعث شد شخصیت برای خیلی از مخاطبان ناقص و کم عمق به نظر برسه. با این حال بازگشتش در زک اسنایدر جاستیس لیگ دوباره توجه ها رو به این نسخه جلب کرد. جرد لتو شاید محبوب ترین جوکر نباشه، اما قطعاً یکی از بحث برانگیزترین هاست. و حالا میرسیم به جوکری که به جای اینکه فقط یک شرور دیوونه باشه، ما رو وارد ذهن خودش کرد. واکین فینیکس در جوکر. در این فیلم به جای تمرکز روی یک جوکر از قبل شکل گرفته شده، داستان آرتور فلک رو میبینیم. مردی تنها و شکست خورده که قدم به قدم به چیزی تبدیل میشه که همه به اسم جوکر میشناسیم. نقطه قوتش روانشناختی عمیق. ما فقط دیوونه شدن آرتور رو نمیبینیم، تقریبا فروپاشی ذهنش رو قدم به قدم تجربه میکنیم. فینیکس برای این نقش حدود 23 کیلوگرم وزن کم کرد و بازیش اونقدر مورد توجه قرار گرفت که اسکار بهترین بازیگر مرد رو هم براش به همراه داشت. اما نقطه ضعفش، بعضی طرفدارا معتقدن این نسخه بیشتر از اینکه داستان جوکر باشه، داستان آرتور فلکه، شخصیتی که در نهایت تبدیل به جوکر میشه. با این حال استقبال مخاطبا فوق‌العاده بود و جوکر در روتن تومیتوز امتیاز 89% از مخاطبان رو به دست آورده. حالا برمیگردیم به سال 1989 وقتی جک نیکلسون در فیلم بتمن وارد نقش جوکر شد. یکی از موندگارترین نسخه های کلاسیک این شخصیت رو ساخت. جوکر نیکلسون ترکیبی بود از یک گنگستر، یک کمدین دیوانه و یک قاتل بی‌رحم. اما چیزی که بیشتر از همه درباره این نسخه به چشم میاد کاریزماشه. نیکلسون حتی وقتی فقط ایستاده و لبخند میزنه، توجه مخاطب رو به خودش جلب میکنه. اون میتونست در یک لحظه شوخ و خنده‌دار باشه و چند ثانیه بعد همون لبخند رو تبدیل به یک صحنه تهدیدآمیز کنه. اما نقطه ضعف، این جوکر نسبت به نسخه های مدرن پیچیدگی روانشناختی کمتری داره و بیشتر به یک شرور کلاسیک و کاریزماتیک نزدیکه. با این حال برای خیلی از طرفدارای قدیمی، جک نیکلسون هنوز یکی از نمادین‌ترین جوکرهای تاریخه. اینجا احتمالاً خیلی‌ها غافلگیر میشن، چون رتبه دوم متعلق به یک بازیگر لایو اکشن نیست. مارک همیل همون بازیگری که بیشتر مردم با استاروار میشناسنش، اما برای میلیون‌ها طرفدار صدای اون صدای جوکره. همیل از سال 1992 صدا پیشگی جوکر رو در بتمن The Animated Series شروع کرد و بعدها این نقش رو در آثار انیمیشنی و بازی‌های ویدیویی زیادی ادامه داد. نقطه قوتش صدا و بازی با لحن. خنده همیل فقط یه خنده معمولی نیست. میتونه در چند ثانیه از یک جوکر شوخ‌طبع و دیوونه به شخصیتی واقعا ترسناک تبدیل بشه، فقط با تغییر لحن و نوع خندیدن. و نکته جالب اینجاست که در رتبه‌بندی طرفداران مارک همیل حتی بالاتر از جک نیکلسون و واکین فینیکس قرار گرفته. اما با وجود همه اینا، یک نفر هنوز بالاتر از همه قرار داره. و بالاخره میرسیم به نفر اول،
هیث لجر جوکری که برای خیلی‌ها تبدیل شد به معیاری برای سنجیدن تمام جوکرهای بعد از خودش. لجر در The Dark Knight سال 2008 جوکر رو به شخصیتی تبدیل کرد که واقعا نمیشد حد زد قدم بعدیش چیه. اما چیزی که این نسخه رو خاص میکنه فقط دیوونگی نیست. نقطه قوت اصلی آشوب و تهدید. جوکر لجر انگار اصلا دنبال پیروزی به معنای معمول نیست. اون میخواد همه چیز رو به هم بریزه. حتی وقتی حرف میزنه یا شوخی میکنه همیشه این حس وجود داره که ممکنه چند ثانیه بعد اتفاق وحشتناکی بیفته. یکی از جذابترین بخش‌های اجرای لجر هم این بود که بسیاری از حرکات و رفتار و جزئیات شخصیت رو خودش به جوکر اضافه کرد و نتیجه جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد. طبق رتبه‌بندی طرفداران هم لجر همچنان در جایگاه اول بهترین بازیگر نقش جوکر قرار داره و The Dark Knight در IMDb امتیاز فوق‌العاده 9.1 رو از 10 با بیش از 3 میلیون رأی داره. شاید برای همین باشه که بعد از سالها هنوز خیلی‌ها وقتی اسم جوکر میاد اول از همه هیث لجر رو به یاد میارن. اما حالا یه سوال، آیا واقعا هیث لجر بهترین جوکر تاریخه یا شاید برای تو مارک همیل، جک نیکلسون یا واکین فینیکس باشه؟ چون حقیقت اینه که هر کدوم از این بازیگرا یک وجه کاملا متفاوت از جوکر رو به ما نشون دادن. حالا نوبت توه. بهترین جوکر تاریخ از نظر تو کیه؟ اسمش رو توی کامنت ها بنویس.